اینجا دوشنبه گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر آغاز می‌کنیم. شنوندگان محترم، امروز ما به شما قسم یکم رادیو انسینیروفکا را از روی رمان نویسنده جلال اکرامی دختر آتش میشنوانیم. ابتدای عصر بیستم، بخارا. این شهری قدیمه و مشهوری شرق زمین روزهای نیک و بدی بسیاری را از سر گذرانیده، گاها مثل گلشن شکفته به عالم بوی خوش و صفا بخشیده، در مهد پرخاصیت خود مردان نامی را پروریده، به عالمیان علم و ادب آموخته، گاها به باد خزان بدبختی دچار گشته، به تیرگی فرو نشسته پامال گشته، زار و نزار نگریسته، ولی با وجود این همه نمرده زنده مانده، به همین حالت امروزش رسیده است. حالا از شعاع سرخ رنگی غروبی آفتاب مزین بود. اینک در جنوب غربی بخارا در سمت دروازه قراکول چندین گذر و محله ها هستند که اکثریت اهالی محله ها مردم کاسب و مهنتکش می باشند. قهرمان ما دلارام کمپیر هم در گذر عبدالله خوجه در خانه پنج بالار که دو در داشت و تریزه نداشت با نبیرش فیروزه زندگی می کرد. در خانه یک دو شال پاره، در پیش دری بالا یک دو کرپه و کرپچه های یماقین بستر خواب کمپیر بود. لیکن با وجود آن خانه به نظر آزاده، روشن و با صفا می نمود. کمپیر با چشمان پوشیده بر روی جاگه دراز کشیده بود و سخت نفس می کشید. فیروزه در نزد بالین وی نشسته با کف دست نرمش پیشانه بیبیش را می داشت. وی دختری بود گندمگون با چشم و ابروی سیاه و لب و دهان مثل غنچه زیبا، با روحهای مثل سیب سرخ تر و تازه. هر کس که چهره زیبای او را می دید بی اختیار چشمش را از وی کنده نتانسته می ماند. فیروزه چشم کشاده در دنیا همین کمپیر را دیده است. چه بودن مهر و محبت مادری و لطف و نوازش پدر را درک نکرده، همه را از غمخواری و لطف و احسان کمپیر دیده است. همین دلارام کنیز به پیری و سالخوردگی خود نگاه نکرده هنوز هم مهنت می کند و هرچی بازیافت خود را به نبیرش می آورد. این زنی با مهنت سبزیده و با مهنت استخوانش شخص شده یگان باری هم دردی سر نشوده بود. دستش از کار کنده نبود و آه نمی گفت.
آدمان آن گذر و گذرهای گرد و اطراف همه او را حرمت می کنند. همه از او به کارهای خود مصلحت می پرسند و در هر توی و عزا او را دعوت می نمایند. دخترم، باره یکم، برای چی گریه می کنی؟ به تو که آزار داد یا که از کسلی من ترسیدی؟ نترس، خوشبختی و خانه جایت رو ندیده من نمیمیرم. یک عرق کنم سلامت شده میخیزم. از جایت خیزو، شیشه داروی مرا گرفته دی. خوب، پارسال در وقتی کسل شدنم طبیب هندو به من داده بود داروی نقص، به من فایده کرده بود. فیروزه دویده از جای برخاست و دارو را گرفته داد. کمپیر با دستان لرزان خود شیشه را گشاده از مایه آن یک چند قلف فرو برد. فیروزه سماوار مانده پس از اندکی چای گرم دم کرده داد. کمپیر چای گرم را نوشید و به خواب راحت رفت. یک روز از حولی غنی جان بای بچه پسری قراکولی بای خبر آمد که دلارام کمپیر زود بیاید. زنی کلانی بای زیق شده است و امشب در وقت نبودن بای بی زغاره را به شوهر می دادند و آیمولای تنبور را می خواناندند. در سالهای آخر با لقب آیمولای تنبور یک بی خلیفه مشهور شده بود. نام اصلی او کریم بانو بوده، با مکتبداری مشغول می شد. از روی گفتی آدمان کریم بانو یاری کمبغلان و همدمی بینوایان بوده است. بیا با خانه بای بابات می رویم. آی مولای تنبور را می بینی کمتر خورسندی کرده می خندی. آی مولا چیکار میکنند که کس میخندد؟ آی مولا هیچ کار نمی کنند. کس از گپ های آی مولا خورسند می شود. لیکن امشب بی زغاره را به شوهر می دادم. انا این غلطی. شوهری وای کی می شده باشد؟ بی زغاره کی؟ یک زنه کی بیچاره با عقلش اندک خلل رسیدگی همیشه آرزوی به شوهر برآمدن و توی شدن را کرده می گردد. بای زنها برای خنده هر شب او را به یگان زنی دیگر لباس مردانه پوشانده به شوهر می دهند. غلطی نباشد میروی؟ کمپیر و نبیره زود لباس جای پوشی خود را دربر کرده هر دو هم فرنجی ها را به سر گرفته از حولی برآمدند. حولی غنی جانبای در آن طرف راه کلان در گذری چاردره واقع بود. آنها از حولی میانه که در آنجا دو سه خانه برای خدمتگارها و مهمانهای دویم درجه آراسته شده می ایستاد گذشته به حولی درون در آمدند. در خانه کلان بالای صوفه زنی کلانی بای با دخترش، در خانه 11 بالاری پایان صوفه زن دویمی بای می ایستاد. این زن هنوز فرزند نداشت. دلارام کمپیر با نبیرش به آشخانه در آمده تا آمدن مهمانها به کیوانیها به پخت و پز یاری رساندند. بعد از آمدن بی زغاره فیروزه از گپهای بی آدابانه زنی کلانی بای شرم داشته بر روی حولی برآمد. در این وقت آیه میخوردی به گلها آب میداد. فیروزه به نزد وی آمد. السلام آی پاشا. السلام. آب پاشک را به من دهید من پاشم؟ نه سلامت باش خواهرم، من خودم می پاشم. این کار را من نقص می بینم. انا تماشا کن، گلها از آب چطور فرح می بینند. آب و زندگی می گویند راست است. وی به گلزار آب پاشیده شده بود که از در بیرون فرنجی بر سر زنی جوانی ستارگر می به حولی در آمد. در آشخانه بودگان به صحبت و خنده مشغول شده از آمدن آن زن بیخبر ماندند. اما آیه میخوردی
زود به پیشواز او رفت. السلام علیکم. بیایید مرحمت. و علیکم السلام. و علیکم السلام. صحت سلامت هستی؟ شکر نقص. رحمت. ها، پلانجتون خبر کرده بودند امشب معرکه داشتین. من بر وقتر آمدم که تا سر شدن معرکه آن کس با شما کمتر صحبت کنم. خوش آمدید. هر قدم ماندید بالای چشم. وقت باشید. کنی مرحمت کنید. خوش. غمخانه ما را هم از فیض رویتان روشن گردانید. خوش سلامت باشید. مرحمت. آیملای تنبور به خانه درآمد. آیمی خردی در دم در به فیروزه گفت: آیملای تنبور انا همین کس. بیا از صحبتشان فیض میبینی. فیروزه از دلارام کمپیر درباره این بیبی خلیفه تعریفات بسیاری شنیده بود. حتی توتیش آرزو کرده میگفت که اگر امکان میداشتند فیروزه را به مکتب وی برده میماند. فیروزه از پس آیمی خردی به خانه در آمده از تی در نشست. آمین. قدم رسید بلا نرسد. بخت و سعادت، خوشی و خرسندی، توی و تماشا همیشه قرین این خاندان بادا. اوبلا. خوش آمدید. خوشبخت باشید. خوش. صحت و سلامت هستی؟ رحمت. بای بچم صحتند؟ بگمانم آن کس در سفرند. ها، به قرشی رفتگی. در نبودنی بای پاچاتان آسوده تر بودگیستید. گوره هر روز بهانه کرده به کامم زهر ریخته میستد. به بالای پلانچ رسیدن به اجل رسیدن بود است آیمولا جان. راست. هم به شما مشکل، هم به خودی بای پاچاتان سخت. هر کس که در این زمان دو زن می خواهد به جان عزیز خود ستم می خواهد. خوبان جهان اسیر یک زن شدند. رسوا شود آن کس که دو زن می خواهد. فیروزه جان رفته گوی سلامت آمده دسترخوان را گیرد. خوب شده است. تو دیت را هم گوی. خوب. این دختر شیرین از کجا؟ این نبیره دلارام کنیست. الهی خدا از چشم بد نگاه دارد. پری دختر بوده است. وقتی که کمپیر با نبیرش به خانه در آمدند، آیملای تنبور و آیمی خردی هر دو هم به حرمت کمپیر از جا برخاستند و او را از بالا گذرانده نشدند. لیکن کمپیر از پایان کنار دسترخوان نشست و نبیرش را به پهلویش شناند. خوش آمدید. خیریت به خانه ما غریبان هم می آمدید. این البته از خاصیت آیمولا بودگیست. سلامت باشید بکه جان. موی من در خدمت این خاندان سفید شد. رحمتی مادر شایتان کلین شده آمده بود که من خاکی در این درگاه را می رفتم. فیروزه جان نبیره شما بوده استی؟ عمرش دراز شود، دختری با عقل و به معنی می نماید. کمپیر درباره فیروزه سخن کرده با آه و حسرت صغیر ماندن او، بیکس و کوی بودن خودش و نبیرش را حکایه کرده داد و در آخر علاوه نمود: حقیقتا خدا از عقل و از حسن جمال دادگی، لیکن از همین جهت بدبخت نشود گفته می ترسم. زمانهای ما زمانهای نغز بود. مردها از خدا می ترسیدند. با یتیموی بیکسان دست دراز نمی کردند. اما حالا الحذر با بالای زن باز زن می گیرند. سیاه سرها را بدبخت می کنند. ای خدا و شکر کنید که نبیره شما از خاندان کمبغل و بی دولت بوده است. از همین جهت شاید شما را زیاد تشویش ندهند. استید که فیروزه جان مکتب نمی رفتگیست؟ نه مولا جان، ما کیو مکتب رفتم.
اولاد غلام و کنیز برای خواندن نه، برای کار کردن خلق شدگی میگویند. حاضر که غلام هم نیست و کنیز هم نیست، لیکن پیشتر در وقت بودنی بازار غلامان هم کنیزکان را میخوانندند و از بین آنها چنان عالمه ها میبرآمدند که همه را حیران میکردند. و شما مصلحتم همین که دختر را خواننده ملا کنید، یک حسنش 100 حسن میشود. دختر علمناک سیاه بخت میشود میگویند. اگر من خودم را از کمترین علمناک ها شمارم، بدبخت و یا سیاه‌بخت نیستم کو. راه شما دیگر. شما به مصلحت من گوش کنید، دخترتان را خوانانید. براستی که فیروزه را به مکتب مانید، در اندک وقت سوادش را میبرارد. معلوم شده ایستاده است که وی خوش ذهن است. دست کتایی هم کوی بد. برای خرج خراجات آی ملا دست ما کتایی میکند بکه جان. این طور باشد فیروزه جان را من به مکتب خودم گرفته سبق میدهم و به من هیچ چیز شما در کار نی. من خودم هفته یک و کتابهایش را میدهم، خواننده ملا میکنم. یای سلامت باشید ملا جان. با این مهربانی شما جانم را فدا کنم هم می ارزد. خوش، خودت چی میگویی فیروزه جان؟ به مکتب من رفته میخوانی؟ فیروزه از خجالت سرخم کرد. از پگاهی آن شب سر کرده فیروزه به مکتب دخترانه آیمولای تنبور میرفتگی شد. دلارام کنیز بروی جاگهش بیدار خواب کرده درباره نبیرش فکر میکرد و از خدا میخواست که زودتر نبیرش را صاحب ناک کند و به آرزویش رسیده از دنیا چشم پوشد. ولی وی حس میکرد که درد وی ناگهانی نبوده، مدت هاست که در بدن او خانه گذاشته و نه حالا به عمل سر کرده است. جسم مدارش رفته او گمان است که به این درد مبارزه برده غالب براید. بنابراین به هر احتمال چاره های لازمی را دیده به حد امکان فیروزه را از همه چیز باخبر کرده راه و روش زندگی آینده او را گفته وصیت کردن لازم است. کمپیر خواست که فیروزه ذات و زبر و از کدام اولاد بودنش را داند. ما در باغ شمال سمرقند استقامت داشتیم، دهقانی میکردیم. میده باغی داشتیم که از میوه آن فروخته به روزگار صرف میکردیم. پسر همسایمان ابراهیم جان را دوست میداشتم. با وی رحمم می آمد، چون که مادر اوگیش شب روز او را عذاب میداد. حتی یک روز هنگامی که مادرش دست پای او را بسته میزد، خودم را از دیوار پرتافته وی را از ضرب چوب خلاص کرده بودم. پس از این حادثه محبت میان من و ابراهیم جان چند زیاد شد. این دوستی و محبت ما را پدرم فهمیده به مادرم گفته است. آنها قرار دادند که ترما توی کرده ما را خانه‌دار کنند. اما زمستان آن سال برف نبارید. زمین های کشتی ما از بی آب قاق شد. یگان دانه تخم پرتافتگی اما نسبزید. همه چیز چاره خانه را فروخته آرد می خریدیم. گرسنگی و فلاکت در گرد خانه ما می گشت. مردم پسلاخ درختان ریشه گیاه ها را کنده می خوردن و از گرسنگی به حال و خوراک های ناباب ورم کرده بودند. اما سوداگرها غله جلاب ها مثل وبا پیشی اجل دویده می گشتند. آنها همه آنچه که قیمت داشت از حوله های قشلاق به عوض یک کف جو و یک کاسه گندم کشیده بودند.
مثل پسر بچه ها کمانک ساخته موسیچه و گنجشکارا شکار میکردم. از لب دریای زرفشان که آبش نمانده بود رفته بعضی علف های خودروی را کنده می آوردم و پدر و مادرم را می پاییدم. لیکن کوشش های من بی‌درنگ بود. آنها روز تا روز سست‌تر و بیمارتر می شدند. یک روز شنیدم که از بخارا لطیف بای نام یک بای کلان آمده برای خودش غلام و کنیز می خریده است. مادر اوگه ابراهیم جان رفته به نرخ یک جوال گندم او را فروخته است. این گپ را شنیده من هم به نزد آقسقال رفته التماس کردم که با بای گپ زنان کند. فقط شرط همین که ثانی مرا به ابراهیم جان نکاح کرده دهد. بای راضی شده است. بای به عوض من به واسطه آقسقال به پدر و مادرم یک جوال گندم و یک کوزه روغن داده است. انا به همین طریق من خودم را به کنیزی دادم. بای به بدن همه ما تمغه زده به بخارا آورد. بای به وعدش وفا کرده مرا به ابراهیم جان نکاح کرده داد. هر دیامان را هم در چارباغش به خدمت ماند. بعد از چند سال من یک دخترچه زاییدم. نام او را صفیه ماندم. سالها می گذشتند. صفیه جان ما به 15 در آمد. برابر ما خدمت بای را کرده می گشت. روزی فهمم پسر بای مهدی و صفیه جان من با چشمی بد نگاه کرده در قصد بد می گشت است. از این حال دلم دایم در خواطر بود. وقتهای آخر صفیه جان را تنها نمی ماندگی شدم. همان سال بای پیر ناخواست مرده ماند. خبر مرگ بای را شنیده همه به شهر رفتیم. در باغ تنها صفیه با پدرش ماند. همان روز عزا حولی بای از آدم پر بود. بای بچه مهدی خان از همین دولابی و مغل استفاده برده به شوهر من کس مانده است که یک سبد سیب و شفتال کند خودش به شهر گرفته برد. شوهر گلم هم گفته وی را اجرا کرده است. بای بچه مهدی پس از رفتن شوهرم مرده پدرش را زیر پا کرده به چارباغ می درآید و دروازه ها را زنجیر کرده به صفیه جان من در می افتد. بعد از این حادثه صفیه جان من از آدم بیگانه و و کم گپ شده ماند. عقلش هم بیجا شده بود. یک روز من از نزد دروازه مسجد یک بچه از ضرب کلته خونشار و بیهوش شده را که از غلام آزاد کرده برآورده پرتافته بودند دیده به عرابه بار کرده به باغ آمدم. در اندک وقت وی به خود آمد. در نبودن من صفیه جان به او نگاه بیم می کرده است. پس از یک چند وقت حس کردم که دو جوان به یک دیگر دل بستند. یک تویچه کردیم و من به مرادم رسیده عروسی دخترم را دیدم. صفیه مادری تو می شود. فیروزه جان استاد باشد پدرت. نام آن جوان استاد بود.
بعد از 1 ماهی به دنیا آمدن تو مادرت و کمی دیرتر پدرت قضا کردند. بعد از مرگ بای سرهای او دولتشان را سرشته کردن نتوانسته شکست خوردند. 4 باغشان را به پدری غنی جان بای بچه قراکول بای فروختند. با التماس من قراکول بای مرا به اینجا کوچانده آورد. خیز دخترم، برآمده از دروازه خبر گیر. احمد جان مشکاب آمدگیست. فیروزه به دکی دروازه رفته پرسید کیست؟ من دخترم کشا. از بیرون احمد جان مشکاب در آمده خودش دروازه را زنجیر کرد. کمپر چطور؟ شکر کمی بهتر. مشکاب آسوده نفس گرفت و همراه فیروزه به خانه در آمد. السلام. کم ترتبتون پس شد می؟ شکر عرق آمد. تب خیلی پس شد. اینقدر دیر کردی احمد جان؟ امشب در حولی غنی جان بای بچه آشی مصلحت بود. آب کشانده گشته بودم، خبر آمد که مرده مادری سوسن را از بالای پشته بکر آباد یافتند و پشت سرش با یگان چیزی سخت کوفته به آنجا آورده پتافتند. توبه کردم خدایا. زنی که سیاه بخت سیاه روزی به کی ضررش رسیده است؟ وقتهای آخر زود و بلم گفته می آمدگی شده مانده بود. میگویند که وی به قاضی کلان از دست غنی جان بای بچه عرض کرده بوده است. یافته دادن دخترش سوسن را طلبیده است. این گپ راست است؟ عرض کرده باشد کردگیست. انا جواب عرضش را هم شنید و به پیش دخترش رفت. چی؟ به پیش دخترش؟ او سوسن بیچاره را 1 ماه پیش از این از حوض گذر یافته گرفته بودند کو؟ بله، این شب مادرش را هم به همانجا در پشته امام بکر در پهلوی دخترش گراندیم و بر وای هر دیشان فاتحه خواندیم. مردم چی میگویند؟ کلانها میرشبها چه خیال داشتند؟ کشنده زنک را جستجوی نکردند؟ تو را گزت مرا چه غم گفتند؟ کاری کردگی میرشبها همین شد که مرده را یافتند، او را با دست ما بی کفن و لباسهای خودش پیچانده گراندند و بعد به توی خانه رفتند. کی میداند شاید کشنده کمتر هم در توی خانه کیف کرده ششته باشد. خدا رحمت کند مادری بیچاره را. آمین. با دمی شیر و با دمی شمشیر بازی نکن گفتند. مادری سوسن خودش کی بود که با غنی جان بای بچه پنجه به پنجه انداختنی شد؟ مادر این طور کرده نمیتواند احمد جان. مادر خودش را به کشتن میدهد که فرزندش امان باشد. مادر به شیر هم به شمشیر هم پنجه میزند و تا زنده است فرزندم میگوید. احمد جان مشکاب فرزند نداشت. فیروزه را به خود فرزند خوانده همیشه به وی از بازیافت خود چیزی آورده میداد. در نزد فیروزه واقعی خونین سوسن را نقل کردن نخواسته، روز دیگر در نبودن فیروزه این واقعه را به دلارام کمپیر حکایه کرده داد.
پدر سوسن اولها در بازار قراکل ماهی پزی میکرد. او را حیدرقلی ماهی پز میگفتند. در بازار ماهی پزی از وی ماهرتر کس نبود. بار قراکلی بای کس مانده او را به بخارا آورد و با وعده های کلان ماهی پزی مخصوص خودش کرده گرفت. زن و دختر حیدرقل به بخارا آمدن نخواسته در قراکل ماندند. حیدرقل بسیار کوشش میکرد که از چنگال بای قراکلی خلاص شده باز به کار و بار خود برگردد، اما نمیتوانست. بای برفتن رخصت نمیداد. بار قراکلی بای یک وثیقه را برآورده به وی نشان داده گفت که موافق آن حیدرقل از بای 1000 تنگه قرضدار است. یا خدمت کرده قرضش را ادا میکند یا پول نقد یافته میدهد. هرچند که حیدرقل از بای 1 تنگ هم قرضدار نبودنش را اثبات کند هم فایده نبخشید. بای وثیقه را در قاضیخانه نوشانده با مهر تصدیق کننده گرفته بود. دیر نگذشته قراکلی بای مرد. دولتش به پسرش غنی جان بای بچه میراث ماند. حیدرقل برای به نزد زن و فرزندانش برگشتن از غنی جان بای بچه اجازت پرسید. وی هم رخصت نداد. روزی حیدرقل شبانه آهسته از حوله بای برآمده پیاده پیاده راه قراکل را پیش میگیرد، لیکن به قراکل رسیده نتوانسته بیدرک می شود. پس از چند وقت غنی جان بای بچه به قراکل می رود. با یاری قاضی آنجا به عوض قرض حیدرقل دخترش سوسن را گرفته به بخارا می آرد. مادر دختر فغان می بردارد. برای یاری به قاضی مراجعت می کند، اما نتیجه نمی بخشد. سوسن خدمت زنهای بای را کرده می گردد. از بین 20 روز گذشته باشد هم از پدر و مادرش درکی نبود. بای هر زمان به نزد سوسن آمده او را تسلی داده می گفت که پدرش یافت شده ماند، او را برگشته به قراکل می فرستاند. زنهای بای از وی رشک می بردند. دختر بای هر روز با هر خیل بهانه او را می زد. کیوانه ها باشند بین خود او را بیکجان خوردی می نامیدند. بای در حقیقت هم با فریب و افسون می خواست سوسن را به خود مایل کند، اما افسونهایش تأثیر خود را نمی بخشیدند. روزی غنی جان بای بچه با دخترچه کیوانی سوسن را به حولی بیرون جیغ می زند. از نزد پدرت آدم آمد گفته او را به مهمانخانه در آورده زورن به آغوش می گیرد می بوسد. خدایا توبه. این حادثه در حال در بین همه پهن شده می رود. خود همان بیگاهی کیوانی ها او را تبریک کرده لذت عیش و عشرت تفصیلات آن را پرسیدند. سوسن بیچاره 3 روز در زیر تحقیر و حقارت زنهای بای و کیوانها بسر برده، روز 4 وقتی که همه مست خواب بودند خود را به حوض گذر به آب می پرتاید. فقط روز 3 مشکاب ها مرده او را از حوض می یابند.
روزی دیگر دلارام کمپیر پس از آمده رفتن خواستگارها در کوچه احمد جان مشکاب را دیده ماند و به خانه دعوت کرد. احمد جان، لبی به فیروزه ما از طرف بقا جان خواستگار آمده بود. شما چی جواب دادید؟ من دیوانه نشدیم که یگانه نبیرم را به مرد پیر به بالای پلنج دهم. فیروزه جان حالا خورد، بغیر از وی کس دارد گفته خواستگارها را گرداندم. نقص کردید. حق این خیل بفهم ها همی. احمد جان، لبی من از تو یک مصلحت پرسیدنی بودم. مرحمت. در وقت زنده بودن خودم در بخت دخترم را کشایم، او را به صاحبش برآورده دهم میگویم. تو چی میگویی؟ فیروزه جان هنوز به شوهر لایق نشده است، لیکن از طرف دیگر گفته شما هم وجه نغز میشد که در زندگی خودتان در بختش را میکشادید. اما با کجا؟ داماد را که ها باز یافته ماندگی. خوش. یک داماد که نامش عصا. عصا؟ خودی وی مثل ما خدمتگار درگاه غنی جان بای بچه. احمد جان رفته دروازه را میکشاید. در بیرون عصا، همان عصایی که حاضر نامش برده شد، بروی مشکاب تبسم کرده می ایستاد. عصا تویی؟ سلام امک. خوش. مرحمت. خواستم از حال دلارام کمپیر خبر گیرم. وقتی که آنها به خانه در آمدند دلارام پرسید: عصا جان، چطور شد که کارهات را مانده در این اول روز به دیدن من آمدی؟ بای فهمیده مانند نغز نمی شدگیست. عصا جواب نداده یک به کمپیر و یک به مشکاب نگاه کرده ماند. در دلت یگان گپ داشتگی بریم می نمایی. گپ زن، نخواد که از من ملاحظه کنی. گپ زن پسرک معقولم. از احمد جان ملاحظه نکن. تو اگر به من پسر باشی احمد جان دادرم می شود. حاضره که ما در باره دامادی تو گپ زده ایستاده بودیم. حقیقتا پسری داماد باب شده ای. اساس خجالت سرخ شد و به زمین نگاه کرد. وی جوانی بود قد بلند، چار پهلو، با دست و پاهای بهادرانه، کلچه روی، شهلا چشم و گندمگون. در عالم کسی نداشت از بازی که عقلش در آمده آدم و عالم را میشناختگی شده بود. به دلارام کمپیر مهر مانده، در همه کارش از او مصلحت میپرسید. فقط در حوله او خود را آزاد حس میکرد. من به شما یک گپ داشتم، لیکن حیرانم گویم چی شود نگویم چی شود. گوی اینجا احمد جان هم آدمی با عقل به تو مصلحت خوب میدهد. من به خانه شما یک آدم را سر کرده آوردم، از شما مصلحت پرسیدن میخواهد. خوش کی بوده است وی؟ لیکن خودم از گفتن این نام میترسم، مبادا دیگران نفهمندمک. خیر، اگر باور نکنی من میروم. نه، باور میکنم. خیر گپ زن، کرا سر کرده آوردی؟ حیدر قولی ماهی پز را آوردم. حیدر قول؟ ها، حیدر قول. وی نمرده است، زنده. اگر خیر گویید خودش را به حولی درارم. نیلش صبر کن. وی البته گریزه پنهان میگشتگیست. در اینجا احمد جان رو بیند خوب نمی شود. خیز احمد جان، اول تو برآمده رو، بعد عصا رفته او را گرفته بیارد. پس از آسوده شدن تو را جغ میزنیم. گپتان راست، من میروم. حالا به قرارهایم آب کشاندگم نی. احمد جان مشکاب برآمده رفت.
از پس وی عصا بیرون برآمده بعد از 5 دقیقه با یک مرد موزه پوش قد بلند و ریشکلان که ریش و مولبش به هم آمیخته قریب تمام روی او را گرفته بودند به حولی داخل شد. آن مرد با لته سیاه یک چشم خود را بسته تلپک چقور را تا به بالای ابرویش آورده پوشیده بود. مردک به خانه در آمد و به کمپیر سلام داد و دویده رفته دست او را گرفت و به دیدگانش مالید و بوسید. احتمال اصحاب شما گفتگیست. من حیدر قلی ماهیپز هستم. 3 ماه پیش از این گویا که غایب شده و یا که نابود شده رفته بودم. من 1-2 بار شما را دیده باشم هم، لیکن تعریف شما را بسیار شنیدگی و میدانم. انا بنابران وقتا که عصا نامی شما را به زبان گرفت، من خیلی خرسند شده به های گفتم که بیا به خانه بی جان رفته از سلامتیشان خبر میگیریم و بعضی نصیحت ها میپرسیم. نقص کرده پسرم. اکنون من روم. مبادا خوجین آمده مانده مرا سراغ کنند، من باز فرصت یافته خبر میگیرم. میلش تو با کارت رفتن گیر. حیدر قل مهمانی من. نام حیدر قل علی جان شد. کمپیر عصا را گسیل کرد و تمام درها را پوشیده به خانه برگشت. اکنون نام تو علی جان گوی گریزه شده گشتی. از واقعی زن دخترت خبر داشتگستی؟ خبر دارم. به من همه حادثه های شده گذشته را دادرم عصا نقل کرد و از برای همین هم من به قراکل نرفته در اینجا ماندم. برای چی گریخته رفتی و بعد بی نام نشان شدی؟ دلم بسیار میخواست زن و فرزندم را بینم، اما غنی جان مثل پدرش دعوای قرض کرده رفتنی نمیماند. یک شب خود را از درگاه اسارت بار بیرون افکنده به سوی قراکل دویدم، اما افسوس که نیمی شب به طی دروازه قراکل آمده آن را بسته دیدم. خواستم بالای قلعه برآمده خود را به آن سپرد آیم. باز ملاحظه کردم که مبادا کار بدتر نشود، مثل دزدان به دست سربازهای امیر گرفتار نشوم. بنابراین تا با گشاده شدن دروازه منتظر شدن را به خود قرار داده برای نشستن جا جستم. در کنارتر یک عرابه خالی را دیده به بالایش برآمده نشستم. ناخواست در کوچه بی آدم آوازی پا را شنیدم. با دقت نگاه کرده بینم سیدی مست قمارباز، یکی از آدم‌های بای، به هر طرف نگران به سوی دروازه شهر رفت. من دانستم که وی به سراغ من آمده است. او با دربان‌های دروازه قراکل سوال و جواب کرد و به کجای نیست شد. سحری بر وقتی که دروازه را گشادند، اولین شده از شهر برآمده راه قراکل را پیش گرفتم، لیکن من چندان دور رفته نتوانستم. از قدوق بالای راه که تقریبا 2 چقرم دور بود گذشته بودم که سیدی مست از پسم رسیده رفت. گفت که به خدمت بای برگردم. من راضی نشدم. زنازنی و کشمکشی سر شد. برعکس کار راه خالی و هوا هم هنوز تماما روشن نشده بود. میخواست مرا به زیر پای خود گرفته خوب مشت و لغت کاری کند و بعد مجبور سازد که خودم برگشته به خدمتی بای روم. ولی این مقصدش میسر نشد. مشتش به مشت و ضربش به ضربه وامی خورد. نهایت من از گریبان او گرفتم و به سوی خود کشیدم و با سرم به ته منهش چنان زدم که غلیده افتاد و از جا نجنبیدم. من وی را بیهوش گمان کرده برا هم دوام کردم، ولی 5-6 قدم نمانده بودم که به بین 2 شانه هم چیزی زده خلیده رفت.
برگشته بینم سیدی مستی نامرد کاردش را از تن من کشیده گرفته باز میخواست که زند. من تمام قوتم را جمع کرده به بونی گوشش سخت زدم. کارد از دستش پرید و خودش هم چپه شده افتاد. لیکن من هم چشمم سیاه زد و دنیا به نظرم تاریک گشته به زمین افتادم. چشم کشاده خود را در کلبه قدوقچی دیدم که همین عصا دادر قیامتیم جراحتم را بسته به حلقم آب چکانیده ایستاده است. بعد فهمم که عصا در سری راه مرا یافته به خانه قدوقچی برده است. به من از طبیب هندی هر خیل داروها آورده میداد. تا تماما صحت شده رفتنم قدوقچی بازنش و عصا به من نگاه و بین کردند. وقتی که فرصتی از کلبه قدوقچی برآمدن رسید عصا جان مرا آسوده کرده آهسته آهسته واقعی دخترم را گفته داد. من سراپا سوختم، در گرفتم و دست و دلم از دنیا کنده شد. دلارام کمپیر آب چشمش را که به رخسارش شاریده بودند با موگ آستینش پاک کرد و پرسید: خوش، اکنون چی نیت داری؟ و کجا رفتن میخواهی؟ در دنیا هیچ کسم و هیچ آرزوی نیتم نمانده است. اکنون من تنها برای یک مقصد و نیت زندگی میکنم: نیقار. از دشمنم نیقاری دختری ناکامم، نیقاری زنی کلفت دیدم و نیقاری خودم را کشیدم. و سلام. چطور؟ نمیدانم. همینش به من عیان است که باید غنی جان بای کشته شود. برای این کار سرم رود هم میلش. انا برای همین آمدم که از شما مصلحت پرسم. شما چی میگویید؟ خدا نقار ما را خودش میستاند. یک غنی جان بای را کشتن کتی نقار تو تمام نمی شود. قاضی چی؟ رئیس چی؟ میرشب و آقسقال چی؟ مگر آنها برای بدبختی عائله تو دست به هم نبودند؟ بیاری و هم دستی آنها غنی جان چیکار میکرد؟ مگر خط قرضداری بر دروغ تو را قاضی کلان رئیس مهر نکردند؟ اگر نقار گرفتنی باشی باید با همه اینها دست به گریبان شوی. اما تو با همه اینها دست به گریبان شده نمیتوانی. دستت کوتاهی میکنه. به حق من پیش از همه غنی جان بای جبر کرد. من از وی نقار میگیرم. شوهر من هم نقار گرفت. وی هم به جان کسی که به ناموس دختری ما رسیده بود قصد کرد او را کشت. اما این را فقط خودش دانست و بس. از مردن یک اوباش و دنیا چیزی نشد. از خونی وی ناموس دخترم شسته نشد. بدتر مردکم درون غصه خورده مرد. اما به هر حال حق به حقدار شده است، خون به خون شده است. تو باید 3 بار خون دوا کنی. 3 بار نقار میگیرم. تو اندک صبر کن. به این کار سراسیمه شدن لازم نی. از پگاه توی سر می شود. غنی جان باز زن میگیرد. این را به من عصا گفته بود. هرچی هم باشد توی است در این مراد. آدمی بسیاری خدمت میکنند. نیقار گفته به کام آدمی بسیار زر پاشدن خوب نه. در این حال کمپیر در مراد گفته توی فیروزه و عصا را در نظر داشت. وی به خودش قطعی قرار داده بود که عصا را خانه داماد کند.
در این روزها وی از خدا میخواست که هیچ یگان حادثه نشود که برای بنیت و آرزوی خود رسیدن او مانع گردد. اما اگر حیدرقل یگان کاری کند و به دست افتد، این از احتمال خالی نیست. زندگی عصا در خطر می شود. خانه من خانه تو باشد. در همینجا استقامت کردن گیر. خوب فکر کن. کارت را هر طرف سنجیده بین و بعد چنان رفتار کن که مقصدت حاصل شود. من از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسم. در دنیا دلکشالی ندارم مگر که همین فیروزه. اگر فیروزه را برآوردگی می شدم، به کارت خودم هم دست می شدم. میلش بیبی جان، من گفته های شما را فکر کرده می بینم. اگر لازم شده ماند باز شما را تشویش داده دروازه حولیتان را تق تق می زنم. کجا می روی؟ باز می آیم. حاضر به چارباغ بای رفته یک همشیره خودم را باید بینم. از من نصیحت مادرانه همین که مرد باش. دشمنت را از پس خمی با سنگ زده کشته می توانی، لیکن آن کاری مردانه نی. مرد باید روبروی ایستاده از دشمنش نقار گیرد. همان دم به مقصدش می رسد. کیست؟ اکاسو شمایید. بیایید، شناس شما در همینجا. فیروزه جان، خیریت که شما را دیدم. اکنون یک دم شما را نبینم بی سرانجام می شوم. کیمچ را گم کردگی بر این شده دویده به اینجا آمدن می خواهم. فیروزه جان، نخواد که فیروزه لبه اکاسو آمدند. اصا از کجا آمدی؟ از حولی کلین. زنها بی شما چیکار کردنشان را نمی دانند. خادم گفت که رفته گوی پگاه سحری قطع بیایند. فیروزه جان، لبه رو یک کاس شوربا کشیده بیا. خوب شد است بیبی جان. اسا جان، سیدی مصر را ندیدی؟ دیده بودم. اندک نوشیدگی با سیزها بجل زده شده بود. اگر امشب بیرون نبر آمده خوابیده ماند، کاری کرده تو به من فهمان. خوب، من در همین قریبی می شوم. میلش بیبی جان، اکنون من روم. خیر میلش، لیکن گپای من از خاطرت نبراید. بیبی جان، من از خط و فرمان شما بیرون نمی برایم. خیر. حیدرقل به کوچه برآمده می رود. عصا هم بعد از خوردن شوربا رفتی ساده در دم دروازه از بغلش رویمال فرنگی برآورده به فیروزه می دهد. این را پگاه به توی بسته می روید. این هدیه اندک فیروزه را چنان شاد کرد که دختر جوان بی اختیار آن را به سر دلش فشرده از یک کنارش بوسید. روزی دیگر مرده سیدی مست را که از سر دلش با خنجر زده کشته بودند آدمان میرشب از پس گولخ حمام جویبار یافتند. از این حادثه ناگوار غنی جانبای خیلی خفه شد. امام آقسقال و جوره های بای تسلی داده صدقه سرتان یک بدمست قمارباز مرده باشد هیچ باکی نه،
به پیش راه عروس یک جاندار سر زدن لازم بود میگفتند. لیکن غنی جان بای از سر خودش میترسید. از کشته شدن سیدی مست به اندیشه افتاد. وهم و غم به او حمله آوردند و روز تویش، روز مرادش، کامش زهرآلود گشت. بای خودش به میرشب خانه رفته شخصا با میرشب کلان بخارا بازدید نمود. پیشناس های میرشب اطراف گودخ حمام جویبار را چرخ زده به هیچ پی بیگانه وان نخوردند و کشنده سیدی مست که اکثریت به حق او دعای خیر میگفتند یافت نشد. غنی جان بای نغز میدانست که با دست سیدی مست هم پدرش و هم خودش بارها جنایت های کلان کرده، به سر چندین کسان آب ریخته و خانمان ها را خراب کردند. اما کشته شدن سیدی مست به رفت توی هیچ خلل نرسانید. در حولی کلین توی پرغلغله با تمام تنتنه‌اش سر شده بود. در پایان حولی کلان الله یاربی تار کشیده با چادر و پلاس ها جدا کرده 5 آتشدان کلان کنده و 5 دیگ کلان یکمنی شنانده بودند. در پیش دیگ آتشدان ها کدهای وسیع گذاشته در یک طرف یوشان و خار خشک بسیاری را پل کرده مانده، در یک سو قوش سماور را گذاشته به کبود و آلومان های بسیاری جمع شده بودند. حیدرقل هم در آن میان دست و آستین برزدگی گاها برنج تازه می کرد، گاها به تی دیگ ها آتش می ماند. دستش به دستش نمی رسید. بکوول و آقسقال از وی بسیار شاد و ممنون بودند. از راهروی حولی درون دلارام کمپیر نمایان شد. وی با آواز بلند با آقسقال مراجعت کرد. مردک ها بسیار چای خوری کرده نشینیم. ریش چاشگاه شد و کارتون معلوم نی. بی پروا باشد کمپیر، در وقت گفتگرتان کباب و آسه گرفتن گیره. نمازی پیشین خوانده که برآمدن کباب را دادن میگیرید. جانم کتی برای خداها هم کباب نگاه دارید. همین که آمدن با ترددی در آوردنی کباب شویدان. من اکنون هر زمان برآمده ساده نمیتوانم. دانسته کار کن آسقال کی آتشین نشوه. جانم کتی گفتم کو پیر شده باشه هم از حکمرانی نفر آمده ای کمپیر. حکمم نفارت آمده خودت حکمرانی کن. کم کلانی داغولی. آقسقال گذری چقر به فعل دلارام کمپیر مثل دیگر آقسقال‌های اطراف دروازه قراکل شناس نبود. برای همین از خنده مردم خجالت کشید و قهرش آمد. چی میخنده؟ میمون بچه‌زای یک ناقص عقل گپ‌های مالم یالم گفتیا. تو آقسقال هنوز با صابنیم انجام شایی نکرده ای. این ناقص العقل باشم هم جوابی 100 تو برین بغض علم ها را گفته میدارم. بهتر که مشمشه نکرده از اطرافی سری دیگت با خبر شد. در این هنگام آوازها را شنیده خودی الله یاربی موسفید از مهمانخانه برآمده می آید. همه دویده از جا می خیزند. آواز دلارام کمپیر به گوشم رسید. تو کمپیر شمغل میکنی؟ با این آسقالتان گپ زنم میگوید که حکمرانی نکن. گفتم که دلت به کار من رفته باشد ریشموی لبت را بومچنک چیده بیا. بسرت کرسهی لازمم را میپرتایم به بین زنها در آمده حکمرانی کرده میگردی. همین طوری گفتی. او با کمپیری خیلی بیا گپ درانک نکن کمپیر. این توی را چنان کردن لازم که مردم سالها فراموش نکنند. همه حولی بودگان را بکار انداز. سازنده ها آمده باشند نوبت به نوبت دایره نواز میکنند.
خوب شده است و همه این کارها خودت سرداری نکنی نمی شود. لیکن باید در وقتش آش کباب را نغز کرده کشیده دهد. این توی یگان علف و ندف نیکی هست که نرسد کرده کشد. ها خوب من خودم خبر گرفته میستم. مهمانها و سازنده ها پسی هم آمدن گرفتند. آیسته آیسته حولی و خانه ها از زن و دختر و بچه میده پر شده رفت. در لبی جامی شراب کرد رشکی و دلی پر کن یا سورا کباب دامنوی هندی لالش به نگاه می تکلم شد پدید زندهانی بینشان یک نکته کردن اتفاق دامنوی کردم صد بار از لش سوالی بوسه از لبی جان بخشو یک بار نشنیدم از حیالی آرزی او عاشقان جان میدهم. در این دم در بالاخانه در بین دوگانه و دوستان خودش کیلین هم بزم می داشت. در آنجا دختران سپاه و منصبدارها، دختران خواجه و اعیانها با دخترها در لباسهای شخ و برشخ بودند می نشستند. کیلین مغفرت جان در پیشتگاه در بالای 7 قبط کرپه ادرس و مخمل می نشست. کیلین چشمای کلان کلان سیاه، ابروان باریک و دمدراز، بینی اندک تیغداری کلان و روی دراز زیبنده داشت. آوازی غفص روغنی، حرکتهایش عصبیانه و دغل بودند. در روبروی کیلین در پایان خانه فیروزه می نشست و روی مالی فرنگی سرخرنگی که هدیه عصا بود سر او را زینت می داد. حسن و لطافت وی هر زمان باعثی حسد همه بالاخانه بودگی ها خصوصا حسد مغفرت خان می گشت. نهایت وی طاقت نکرد و به فیروزه چشم دوخته پرسید: تو نبیره دلارام خاله می شوی؟ نامت چیست؟ نام فیروزه؟ نام نفس داشته است. نام نفس فیروزه خودش چیست که اون را نام میکنند؟ فیروزه یک سنگی بی قیمت است. اگر نامش مروارید میشد، لعل میشد، الماس میشد. از همه نام نفس نام دوگان جانی من مغفرت جان است. چطور نقد مغفرت جان. زهانی کس از گفتن این نام پر می شود، دل کس بهره می برد، جان کس حضور کردگی برین می شود. فیروزه خیز یک رقص کن. من رقصیده نمی توانم. دروغ میگویی. همه کنیزها و کنیز زاده ها می رقصند و هنر دارند. میلش اگر خواهید من به شما بیت دو زن را خوانده می‌کنم. فیروزه هرچند که دختری زیرک با عقل و هوش بود، لیکن سادگی و بچگی از وی نرفته بود. بنابراین هم دیگرگون شدن اوضاع مغفرت را پیخست نرفته بیت را خوانده داد. ای برادر بیش
بشنود من داستان دو زنه تا شوی واقف بر احوال نهانی دو زنه شب بگردم میرسد آهو فغانی دو زنه آهو و ویلا کنند هر دم زنانی دو زنه بله دو زنه بوده خوب سامی باش تا فهمی بیانی دو زنه بر کلانش هر گوید خورد دشمن می شود تلخ گوی و ترش روی و تخت گردن می شود چین بر ابرو افکند پیشانه دهمن می شود بین که از رشک و خصومت میسی جان کن می شود سوق سر تا پا مغز و استخوانی دو زنه هر کی دو زن می کند آخر پشیمان می شود از خوش آمد گفتن بسیار حیران می شود هر دم از جنگی زنان سر در بیابان می شود گر طلاق آرد به حرفش خانه ویران می شود روز شب مسجد و جا و مکانی دو زنه روز شب مسجد و جا و مکانی دو زنه دوامی بیت رو نمیدارم دخترها ذوق کرده میخندند ولی مغفرت مثل مار به خود پیچیده گپی نمیزند و نمیخندد هر کی دو زن میکند آخر پشیمان خیر اگر سه زن کند چی میشده باشد هر کی سه زن کند در رو خانه ویران میشود سید بس کنید عیب و شرم هم چیزی نقص مهمان های در پایان بودگی خنده شما را شنیده چی میگوید؟ من به خودم مناسب آبروی دارم فیروزه این بیت ها را از کی یاد گرفتی؟ کدام تلخ زبان به تو این تنه و لعنه را یاد داد؟ از دخترها یاد گرفتم در مکتب ما میخوانند دروغ میگویی این سفسطه ها را به تو یگان کس یاد داده فرستادگیست گپ زن از کی آموختی؟ خیس تو تیتا گرفته بیار فیروزه آیسته از جا خسته بیرون برآمد در چشمان وی اشک می جوشید دلارام کمپیر در چشمان نبیرش اشک دیده پرسید خودش چی گفت؟ شد بچه گریه میکنی؟ همشون رو صفحه یک قطره آبی چشمت کن مغفرت تو رنجوند بیا من جواب کلیم پاشای غفه بند را داده میمانم هر دو به بالاخانه می برایند دلارام کمپیر را دیده دخترها از جایهایشان دویده می خیزند و سلام می دهند سلام ببی جان و علیکم السلام شنیدان آمین الهی دوره هایتان کم نشود خوش باش شاخان به من چه خدمت نه همین طور شوخی کردیم شوخیتان را بتگی چمیلیق جمع کردم آره پاشا خان در این دال ضرب کار منی کمپری 90 ساله را به این بالاخانه برآورده یگانه نوری دیده مرا گریانده ماندن تان نقص نیه به یگانه نور دیده تان گوید چی بودن این نقض و بد را به وی یاد دهید چی کار کرد؟ از خودش پرسید هیچ گپ نشده است ما از فیروزه جان خواهش کردیم که یگان هنرش را نشان دهد وی بیت دو زنه را به ما خوانده
بیت دوزنه را خوانده باشد چی؟ یگان کس بابا یاد دادگی. هیچ چیزت ندیدم. هورت من کشت. دل بنشوید پاشا خان. به سوز گداست وقت میابید. دختری من خدا به شکر محتاج مرحمتی به ها نشده است که از آنها به شما گپ بیارد. از بستری بیمار خسته و بینیم زمین را خط کشیده در توی شما خدمت کنم و مکافات من بدبخت همین شد. خیز برای کم بی آش توی هم روز ما میگذرد. ما توبه کردیم بیبی جان، توبه کردیم. این نرویم ما این دفعه به بیعقلی ما حواله کنید. ما با فیروزه جان بازی میکنیم. نروید ما توبه کردیم بیبی جان، توبه کردیم. میلش داری مراد شما را پشتبان میزنیم پاشا خان. هرچی هم باشد ما خدمتگار به خدمتتان کمر بستیم و آن را ادا کرده می رویم. در این هنگام مادر کیلین آمده دلارام کمپیر را به پایان جیغ میزند. از پس کمپیر فیروزه هم برآمده می رود. مغفرت با آواز بلند می گوید خدمتی ما و شما را نکند و خوردن نان نمی یابد این کنیز پیر. کمپیر این گپا را شنیده باشد هم آرامانه قدم گذاشته به سوی زینه می رفت. همین که به پایان رسید به پا راست ایستاده نتوانسته یک باره به زمین نشسته ماند. از روی و سرش عرق سرد روان شد. کیوانی و خدمتگارها از بغل وی گرفته به خانه پایان درآوردند. فیروزه در نزد توتیش نشسته با باد بیزک او را باد میزد. کیوانی آب شیرین آورده نوشاند. دلارام کمی به خود آمد. نترس برگم. پیر چوریت زنده میماند. رو تماشا کنم. من هم کمتر دم گیرم. از پست میبرایم. نه من از پیش شما به هیچ جا نمیروم. به من تماشا در کار نی. مراسم دامادبری تا رفت نزدیک می شد. تپش دل حیدرقل هم زیاد می گشت. وی به خود قرار داده بود که محض در توی در دقیقه به خانه عروس با آرزوی و نیتها قدم مانده ایستادنش از غنی جانبای قصاصش را گیرد. نگذارد که وی پیش از مرگش کمتر هم باشد با آرزویش رسد. بنابراین هم وی به توی خدمت می کرد که در وقتی به حولی در آمده ایستادن از رو به روی داماد کارد قصاصگیر در دست براید و در پیش چشمی همه از دشمن جانش نقار گیرد. آی آشپز، تیز تربته دروازه یوشان و خور خوش برآورده آتش در گران. حیدرقل گفته ای آقسقال را اجرا کرد. از خمگشت کوچه مراسم دامادبری نمایان شد. حیدرقل یک دستش به درونی بغلش کارد را داشته به درونی دروازه می ایستاد. همه به پیشواز داماد برآمده بودند. انا در همین وقت عصا دویده آمده از کتف حیدرقل کشید. چیگه؟ دلارام خاله احوالش بد بود است. همان کارا مانده او را به خانهش بردن لازم. فیروزه داد و فریاد کرده توی خانه را به سر برداشته است. چی کار کنم؟ بدتر رویم چی؟ نه نمی شود. حاضر میبریم حاضر. اما مقصد من
افسوس. خیر بیا. پس از به حولی در آمدن داماد، دلارام خاله را به کتفش برداشته حیدرقل برآمد. پیش پیش وی در دستش فانوس عصا راه میگشت. از پهلوی وی فرنجی بر سر فیروزه میرفت. در دم دروازه خدمتگار بای عصا را از راهش داشته رخصت نداد که از توی خانه رود. دلارام کمپیر در روی جاگاه میخوابید. در بالای سری وی فیروزه نشسته میگریست. در پایان پایش حیدرقل سر خم کرده می نشست. وی به غم و غصه غوطیده بود. 3 ماه این جانب تیاری میدید که از دشمنش نقار گیرد. زنده گشتن او نیز برای همین نقارگیری بود. افسوس که فلک این را نخواست. کمپیر با اشاره بالای سرش را نشان داد. بیبی جانم چی میخواسته باشند؟ دارویشان را میخواستگین. کمپیر باندک سرجنبانی تصدیق کرد. فیروزه دویده از جا برخاست و دارو را گرفته نوشاند. دلارام کمپیر پس از خیلی فرصت کمی به خود آمده از حیدرقل پرسید. کارت چی شد؟ نشد. از خودت احتیاط باش. الهی خدا ظفر دهد. از خطر نگاه دارد و این صغیر بیکس پدر می شوی. مادرکم مهربانم. فیروزه جانم گریه نکن. هیچ باکی نی. من در توی مانده شدم. شب خواب کرده خیزم. پگاه باز خدمتی تو را میکنم. آرام باش. من که عمکت بکارش رود از ما خاطر جمع باشد. دیگر من کار ندارم. نه کارت هست. عصا حالا در توی خانه. از وی باخبر باش. هر وقت به وی ها میشه. کاش که او را خاندار کرده میمردم. خیر خیز رفته دیگه طباقت را هندار. حقت راستان. من زود بر میگردم. عصا را هم با خود گرفته میارم.
بعد از نیم شب غنی جان بای با همراهانش اندکی سرخوش به سوی حولی خود رهسپار شد. عصا و باز یک نفر از خدمتگارهای هوشیار از بغل بای می داشتند. ناگهان از پس دیوار پشته کسی خیز کرده به بالای دیوار برآمد و بیباکانه خود را به پیش گروه داماد پرتافت. جوره ها یک قد پریده در جای ایستادهشان شخ شده ماندند. داماد یک باره به هوش آمد و کیف از سرش پرید. حاضر باش که به همه جنایت و رذالت هایت جواب میدی. تو کیستی؟ از من چی میخوایی؟ من انتقامم. من خون طلب و خونخواه هستم. من حیدر قلی عذاب کشیده هستم. فهمیدی؟ حیدر قل چنان با سرعت حرکت کرده خود را به بای زد که نه جوره ها و نه خدمتگارها کاری کرده نتوانستند. فریادی جان خراش بای همان بود و از نظر غایب شدن آدمی بدهیبت هم همان. وقتی که در اطراف بودگان به خود آمدند بای را به زمین خوابیده و به خونش جولیده دیدند. در این دم دلارام کمپیر نفس آخرین خود را می کشید. بغیر از فیروزه 12 ساله بیکس و کوی در آنجا کسی نبود که در دم جان کندن به سر بالین کمپیر نشسته از وی خبردار شود به حلقش آب چکاند. فیروزه به پیاله آب گرفت و به حلق کمپیر با پخته چکاندن گرفت. با عصا خوشبخت شوید دانا. بیبی جان، بیبی جان، بیبی جان. چشمان دلارام کمپیر بروی فیروزه نگران ماندند، گویا سیر شدن میخواستند. بیبی جانکم. در آسمان نیلگون ماه لاغر بلند شده نور خود را به خانه بینوایانه دلارام کمپیر روانه کرد که در آن دم هم شمع حیات و هم شمع درون خانه او خاموش گشته بودند. در مدت 90 سال این اولین سحری بود که دلارام کمپیر را ماه بروی جاگهش بی حرکت خفته و نبیره تمام بی کس مانده او را غرق آبی چشم میدید. چند ساعت گذشت. آفتاب تابان از حجره مشرق سر برداشت و شهر بخارا را با نور فرح بخش و شعشع پاشی خود منور ساخت. دروازه های بسته شهر بازگشتند. کوچه ها، بازارها، مدرسه ها جان گرفتند. رفت و آی و حیات پرغلغله و سیر تشویش روزانه سر شد. شما قسم یکم رادیو انسینیروفکا را از روی رمن نویسنده جلال اکرامی دختری آتش شنیدید. رول‌های اساسی را هنرمندان زیرین اجرا کردند: حیدر قل هنرمند مردمی جمهوری حبیب الله عبدالرزاقوف،
فیروزه هنرمند مردمی جمهوری خیری نظرова، دلارام کمپیر هنرمند مردمی جمهوری توتی غفارова. در نقش‌های دیگر هنرمندان مردمی جمهوری صافیه تویبایوا، گرمینج زوقی بیکوف، میرم ایسایوا، محمد جان خلیلوف و دیگران اشتراک داشتند. برنده گفتار هنرمند مردمی جمهوری محمود واحدوف، مؤلف انسینیروفکا و تهیه‌گر هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولینا، منظم آواز معرفت خالقوه. این گفتار سال 1963 به لنت آواز ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.